به فلورای عزیزم، در صفحه SAJ کوسمتیک در کشوری آلمان یک کرمی مرطب کننده براتان آوردم در برندی گلوسولید. کرم گلوسولید 250 میلی لیتر یک محصول مراقبت از پوست محبوب و برکاربرد است، به خصوص در بین افرادی که پوستی خشک دارند. فرمول غنی و فشرده آن پوست را عمیقاً مرطب و تغذیه می کند و اون را نرم و درخشان می سازد. ویژگی های کرم گلوسولید: ابرسانی عمیق. این کرم حاوی ترکیبات مرطب کننده قوی است که به لایه های عمیق پوست نفوذ کرده و رطوبت طولانی مدتی را برای اون فراهم می کند. تسکین دهنده پوست: به آرام کردن پوست و تحریک شده و حساس کمک می کند و قرمزی و تورم را کاهش می دهد. محافظت از پوست: به عنوان یک لایه محافظ عمل می کند. پوست را از عوامل خارجی مضر مانند خشکی و آلودگی محافظت می کند. مناسب برای انواع پوست، اگرچه برای پوست های خیلی خشک ایده عالی است، اما می توان از اون برای انواع پوستی استفاده کرد. جذب سریع: این کرم به سرعت جذب می شود و هیچ گونه چربی از خود به جای نمی گذارد، بنابراین برای استفاده روزانه مناسب است. اجرای اصلی گلیسرین: این ماده رطوبت را به پوست جذب کرده و اون را هیدراته نگه می دارد. موارد مصرف کرمی گلیسولید مرطب کننده بدن. می توان از اون را برای مرطب کردن تمامی قسمت های بدن از جمله دستها، پاها و آرنجها استفاده کرد. درمان خشکی: درمان خشکی شدید پوست و ترک خوردگی مؤثر است. محافظت از پوست: در برابر عوامل خارجی می توان از اون به عنوان یک لایه محافظ قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب یا باد استفاده کرد. نحو استفاده: تمیز کردن پوست را به خوبی با آب و صابون تمیز کنید. نحو استفاده از کرم: مقدار مناسبی از کرم را بر روی پوست خشک بمالید و اون را به طور یک نواخت پخش کنید و به آرامی ماساژ دهید تا کاملا جذب شود. استفاده منظم: برای بهترین نتیجه کرم را 2 بار در روز یا در صورت نیاز استفاده کنید.